علیه به خدا. در اوه حد خودم نمیبینم، ولی من در حد کیرم میبینم. وایسا نگاش کنم. ناز خوابیدی عزیزم. دهن سرویس نگاه میکنه میگه حالا وسط ناز پاد کاوی. میبینی بیا دهن یا نه سرویس تک به مختار تک. حاجی. من صدا کله بسته و کی حرف بود نمیزنه حاجی. خدا. الو بالا بابا سری بیا داداش بابا، ربات اوکی کیرم بچه منم ها نیستی. بزنین دیگه حاجی، تک به اگه تکه. چرا تو لابی اگه داریم بحث رباتم بیا یه میکنین؟ تک به تک عزیزم بیا. بابا در حدت نیست، هر چی نیست خب بیا یه تک به تک با هم دیگه بزنید حاجی. بیا یه تک به تک بزنی با دسته اصلا بیا 40 عزیزم با یک کیل ازت نمیگیرم، بیا بزنیم دیگه. چرا وسط پاد حاجی من نمیبینی؟ حرفی نمیزنم بچه الله خدایش، من اصلا حرفی نمیزنم. مختارم رفیق منه بعد خدا از این. شاده نگاه کن مادر جنده، گفتم 2 به 2 میزنم. کیرم اسپنا بره تو کس خار جندت، کیرم تو پرچمت، کیرم تو کس مادرت، کیرم تو کس خار جندت. اسپنا اونم باشه مادر کسه. بوس کنم لا کس مادرتو. تو وسط پاد نیست که بیا روم بزنی خار کسه. باشه. باشه زندگی. ولی من 10 بار نناتو میگم. حسابیش اینجاست. این قبوله. جنجالیه با خدا حاجی. خدا شاده نه خدا، اولین روزی که آیپد رو گرفتم رفتم با اینا روم زدم. بابا من بازی تو رو دیدم روزی که مختار، آیپد بازی رو تو قبول گرفتم. دارم. خدایش زشته داداش، پشت نده. ببین یه چیزی بهت میگم خب با پینگ وین 150 آقا من وین پیستول یه شدم چیزی من داداش. میگم خب 120 من با 100. کاری ندارم حاجی، قبلا زدین جنجال داشتیم ولی زشت خدایش پشت ندی. الان 24 25 نفر تو لایو شما داریم به هم دیگه بی احترامی کنین، این کار زشته خدایش. داداش پشت نداد اون گفت ولی مثلا این من با ننه خودم جنده من. از واشرس بابا نیست. بی خیال مختار پشت ندین حاجی، زشته خدایش زشته پشت ندین. نه خب واقعا ننه جنده است. بابا پشت ندین. نه واقعا هست چیز نخدا. حاجی من حرفی نمیزنم، من دیگه بار بهتون گفتم بی احترامی نکنید، من بیشتر مثلا تورش نمیدم، من اصلا صدامو نه خب میبندم. اگه وسط پاش میبینه روم بزنه، اگه وسط پاش میبینه روم بزنه. بله اماد جون. ترسیدی امو؟ من هر موقع ترسیدی؟ من هر ترسیدی موقع فداشم؟ میام لایف پوش. حاجی بچه‌ها دیگه بیا تیدیه میزنن دیگه دعوا میکنن، من چیکار کنم به نظرت؟ اماد نصیحتش میگم پشت ندید حاجی، به هم دیگه پشت می، من چیکار کنم به نظرت؟ نه خب من نگاه کن آمده، من اولین روزی که رو چیز بودم رو آیپد بودم آمده زده اوکی دمش گرم. ولی الان وسط پاش نمیبینه بیاد بزنه چی؟ ای خدا حاجی. ذات افغانی. نه شرمنده ببخشید افغونی. آه خدا بزنیم. نه بچه بینا دارن این بچه ها کلکل تیدیه میزنن حاجی، کلکل وای تیدیه افکون. تیدیه کلکل حاجی. مختار میخواد با این تک به تک میزنه، نمیزنه حاجی، نمیدونم چرا. نوت مای لیوم. کیره منم نیستی. عرفانو بیار. عبال تو لایو میگه عرفانو بیار. عرفان کجا رفت مختار؟ چی؟ عرفان این یارت عبال میگه بیارش تو لایو. کجا بی؟ ارفان رفته، ارفان رفته. میگه عرفان رفت. آفر. عرفان از محو خارج شد عبال. افسانه ها میگن دیگه عرفان تو لابی ما بر نمیگرده حاجی. عرفان در سری بریم دوستانه دیدیم. اوکی تونی داداش الان بچه میگن تی دی ام بزنن ستون من، موقعی که و بزنم موقع به همتون میگم و میزن. بچه عرفان دن سریز مختار رو یه جوری گال گذاشت فرار کرد، افسانه ها میگن دیگه اصلا این طرفا بر نمیگرده. دن سریز میومدی لابی 4 تا پشت میدادی دکتر بعد میگیرم میرفتی خودم. دن سریز. سوال واسم.
دمش گرم.